22 اکتبر سال 2018 اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جماعت دهات غولک‌انداز ناحیه جبار رسولوف کارگاه دوزندگی و قالین بافی را به استفاده دادند. السلام علیکم. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی، خوش آمدید به ناحیه زیبا منظری ما مردم ناحیه از تشریف و قدم‌های نیک شما خیلی سربلند هستیم. با تشبث شما سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردم اعلام گردید. باعث خوشنودی است که در پرتو سیاست عادلانه شما در ناحیه ما سیخ دوزندگی گشاده شده. امروز 27 نفر زنان خانشین با کار دائمی تامین گشتند. برای دستگیری‌های شما محترم جناب عالی از نام بانوان ناحیه ما منتداری خویش را اظهار می‌نماییم. همیشه سلامت و سربلند باشید. خوش آمدید محترم جناب عالی. با بنیاد کارگاه 50 نفر ساکن محلی با جای کار دائمی و معاش خوب تأمین گردیدند. کارخانه مذکور از جانب صاحبکار وطنی اسماعیل صمدوف بنیاد گردیده سمت اساسی فعالیت آن دوزندگی و قالین بافی می باشد و با دستگاه و تجهیزات معاصر مجهز گردانیده شده است. در کارگاه دوزندگی نزدیک 30 نفر زنان و دختران خانشین به کار جلب گردیده و دوخت سر و لباس یگانه برای مکتب‌ها، کارخانه و مؤسسه‌ها، رخت خواب و لباس ملی مشغولند. سیخ دوزندگی دارای 20 عدد ماشین درزدوزی، برندگی، درزمالکنی و دیگر تجهیزاتی ضروری می باشد. با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی در ناحیه ما امروز 27 نفر زنان خانشین با کار دائمی تامین گشتند. منتداری بی پایان خود را اظهار می نماییم. در کارگاه قالین بافی نیز دستگاه‌های معاصر قالین بافی، تجهیزات برای پیچانیدن ریسمان و دیگر تجهیزات وصل و نصب کرده شده است. اقتدار استحصالی کارگاه قالین بافی قریب 150 متر مربع در یک شبانه روز می باشد. و پیشوای ملت اطلاع دادند که عین زمان در کارگاه قالین بافی 10 نمود قالین استحصال گردیده اشیاء خام از جمله رشته از جمعیت سهامی کشاده قالین‌های خیراخم خریداری می‌گردد. صفت قالین‌های کارگاه به طلبات روز جوابگو بوده موافق به طلبات بازار استحصال کرده می‌شود. امروز با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت جناب عالی امامعلی رحمان این کارخانه کار به درآورده هستیم. ما 50 نفر جای کار تشکیل کرده هستیم. کارخانه ما حاضر از 2 نمود کار عبارت است. یک تاش این دوزندگی قطع مشغول میشد، 20 نفر کارگرا قالین بافی قطع مشغول میشد. ما امروز به 10 نمود قالین را استحصال کرده هستیم و آینده به مولتر میکنیم. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با کارگران کارگاه مذکور صحبت آزاد و صمیمی انجام داده کارگران را به استحصال محصولات خوشصفت هدایت نمودند. ما زنان و بانوان جماعت دهات غولک‌انداز خیلی شاد هستیم که یک کارخانه نوی قالین بافی گشاده شده. زنان بانوان با جای کارهای نو تامین شده، زندگی خودشان با بهتر نموده، زندگیشان با خوشتر می نمایند. برای این به جناب عالی پیشوای ملت امامعلی رحمان منتداری خود را بیان می نماییم. رهبریت کارگاه مذکور عهدهدار شدند که آینده در دایره امکانیت‌های موجوده اقتدار استحصالی را زیاد و شماره جای‌های نوی کاری را بیشتر نمایند. شکر ملت، شکر وحدت، شکر این اقبال تاجیک،
شکری بخت و هم سعادت، شکر این استقلال تاجیک. سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی با تشبث پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی اعلان گردید. من هر روز به این کارگاه 30 سالگی استقلالیت دولتی آمده دوختن لباس های ملی و قالین بافی را می آموزم. من در آینده کوشش می کنم که طراح خوب شوم و لباس ملی را معرفی کنم. همزمان مسئولین کارگاه مغازه فروش محصولات استحصال نموده خود از قبیل قالین های گوناگون رنگ، سر و لباس یگانه مکتبی، لباس های ملی، از جمله لباس های عروسی که طبق طلبات میزاجان با یک ذوق بلند آماده گردیده است براه ماندند. در ناحیه جبر رسول 6 جماعت هست. هر یک جماعت تند سیخ دوزندگی کشاده شدگی. من حاضر با تشبث پیشوای معظم ملت جناب عالی در جماعت دهات غلک‌انداز سیخ دوزندگی کشاده شده با عنوان خانشین با کار دائمی تامین گشتند. سیخ دوزندگی ها همشان لباس های ملی رو میدوزند. در آینده با عنوان عروسان نوجوان همشان لباس ملی پوشند و فرهنگ لباس ملی رو جاری نمایند. بنیاد کارگاه مذکور که در ادامه کارهای سازندگی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به عمل آمده است، در تأمین بازار داخلی با محصولات وطنی و بهداشت سطح زندگی مردم نقشی سازگار گذاشته. فعال کردن این گونه انشاءات ثمره تطبیق عملی دستور سفارش‌های پیشوای ملت در سمت بنیاد کارگاه و کارخانه‌های نوی استحصالی میباشد.